شما عروس داری؟ بله. خب ما یه چالشی داریم که زنگ بزنید به عروستون بگید که چند روزی مریض حالم. بله. خواهی برید پیششون. میخوایم ببینیم چه ریاکشنی بهتون نشون میده. باشه مشکلی نیست. خب تا ایشون زنگ بزنه میخوام شهر موبایل رو بهتون معرفی کنم. 14 15 پرو مکس هایی که تو دست مردم میبینید فکر میکنید همش واقعیه و 100 میلیون پول دادن. نه، اینا رو همه از شهر موبایل با قیمت 7 میلیون تومان خریدن. 36 ماه ضمانت داره، 7 روز مهلت تست داره و پرداخت در به منزل و خرید حضوری هم داره. تو کپشن آدرسش رو می‌نویسم دنبالش می‌کنید. دخترم من یه زحمتی برات داشتم. جان من یه چند روز حالم بده و میخواستم ببینم اگه مشکلی نیست بیام پیشتون. خوب نیست حالم. امکان داره بیام چند روز بیام پیشه؟ خودتون قدمتون رو چشم. فداشم دخترم. به پسرم هم اطلاع بده ببین چی میگه. باشه شاید قدمتون رو چشم. فداشم قربونت برم دخترم. زنگ زد بهتون؟ خب جواب بدید. آره مامانت بهم زنگ زده بود. چی میگفت؟ میگفت میخواد بیاد اینجا. مگه اینجا خانه سالمندانه؟ مگه من پرستارشم بیاد اینجا من نگهش دارم؟ خواهران برادرت خیلی حرف تو خونه میخورن میخوابن، من باید جمعش کنم؟ دستت در نکنه دخترم. من که زحمتی برات نداشتم. مگه چیز زیادی ازت خواستم؟ منم تو رو به جای دخترم میدونستم. وسایلتو جمع کن برو خونه بابات.